علاوه بر تمامی رفرانس ها، اگر خداپرستی فطری نیست، دلیل احساس نیاز منکران خدا به امداد الهی چیست؟ یا پرستش خدایانی همچون سنگ و چوب و گاو و درخت جزء نیاز طبیعی به پرستش یک اله؟ چه توجیهی می‌طلبد؟ تا به حال به این سوال اندیشیده اید که چرا باورهای دینی تا این حد رایج است؟ تا به حال به این سوال اندیشیده اید که چرا کفر و بیخدایی به این سطح از رواج نرسیده است؟ چرا مردمان بسیاری برای سنگها، چوبها و درختها و موشها یا الههای آسمانی سجده میبرند؟ چرا به سوی درگاه آنها اشک میریزند و ابراز نیاز مینمایند؟ چرا هنگام سختی ها ندای خدایا کمکم کن، وای خدا، ای خدای من، خدایا تو رو خدا بر من رحم کن، از سوی بسیاری از ما انسان ها بلند می شوند؟ چرا بسیاری برای خدایشان همه زندگیشان را فدا می کنند؟ می دانید حتی بی خدایان کره شمالی رهبرشان را یک خدا پنداشته و به مجسمه‌اش اقتدا می نمایند. چرا؟ سال هاست برای بسیاری این پرسش ها پدید آمده است. چرا این گونه است و چرا آن گونه نیست؟ مگر می شود چنین نیروی جهان شمولی در درازای تاریخ بی خود و بی جهت باشد و گواه بر وجود خالق نباشد؟